سلام، من نگین نادعلی هستم. در ایران و کالیفرنیا وکیلم. تجربه کار در شرکت‌های بین‌المللی و همینطور در لافرم‌های آمریکایی رو داشتم. من وقتی که شروع کردم به منتشر کردن تجربیاتم، چه چند سال پیش برای اون پادکستی که منتشر کردم برای اپلای کردن رشته حقوق و چه حدوداً 1 سال پیش برای این کانال یوتیوب، تنها هدفم و تنها علتی که این کارو می‌کردم این بود که بتونم اون چیزی که تجربه کردم، اون چیزی که به نظر مفید بوده، برام کارآمد بوده، چیزایی که حالا یا از طریق سخت خودم یاد گرفته بودم یا شانس این رو داشتم که به خاطر داشتن منتورهای خوب این اطلاعات بهم داده بشه، با دیگران به اشتراک بذارم، مخصوصاً هم دانشجوها یا کلاً افراد حقوقی خارج از ایران، چون یک مقدار برعکس بچه‌های مهندسی یا پزشکی خیلی اطلاعات کمی هست، خیلی نوع تحصیل، نوع اون حرفه‌ای‌گری که اینجا لازمه با اون چه که در ایران بوده متفاوته. اما انقدر در سال 2026 از اول سال 2026 اتفاقات سخت و دردناکی برای ایران افتاد و هیچ ایرانی در هیچ کجای دنیا نبود که حالش خوب باشه و بتونه که اصلا بره جلو، کارو جلو ببره و اینها. من هم دلیلی نمیدیدم که این ویدیوها رو ضبط کنم، علیرغم اینکه خیلی برنامه داشتم برای سال 2026. اما یه چیزی باعث شد که من به فکر بیفتم که دوباره این ویدیوها رو بگیرم و البته با این ویدیو شروع کنم. اون هم علتش این بود که به بچه‌های ایرانی خارج از ایران که حالا علل خصوص رشته حقوق هستن، حالا بهشون منتورشیپ میدم یا لطف دارن به من رو قابل میدونن، سوال میپرسن در مورد موضوعات حرفه‌ایشون، حالا چه کاری، چه تحصیلی، چه امتحان بار. یه عالمه سوال‌ها بود، یه عالمه نگرانی‌ها بود یا مطالبی بود که میدیدم در رابطه با این افراد و فکر کردم که بیام دوباره این ویدیوها رو ضبط کنم. اگر فقط برای هر تا یک نفر این مفید باشه، برای من خیلی ارزشمنده، چون این کانال و این ویدیوها چیزی جز موضوع کمک کردن به دیگران یا انتشار مطلب واسه من نداشته. با این مقدمه و با اینکه خیلی ناراحتم که این ویدیو رو فکر کنم فقط در امروزی که حالا روزی که منتشرش کنم فعلا بچه‌های خارج از ایران میبینن و من متاسفانه هیچ راهی ندارم که حتی با بچه‌های داخل از ایران حرف بزنم، داخل ایران صحبت بکنم. اما فکر کردم میگم اگه یک نفرم خوب باشه براش این ویدیو، من خیلی خوشحال میشم. برای من یک کار ارزشمندی. حالا امروز میخوام اولین ویدیو راجع به چی باشه، یه ذره متفاوت تر. اگر ویدیوهای قبلی من رو دیده باشین یا اصلا برنامه که من برای این کانال داشته باشم، در مورد با بار اگزم کالیفرنیا شروع کردم که چجوری درس بخونیم و ویدیو دوم در ادامه ویدیو اول در جواب به سوالهایی بود که من گرفتم و خب میخواستم که بحث‌های حرفه‌ای یا بحث‌های نحوه تحصیل کردن برای بحث LLM رو بگم، اما این ویدیو رو میخواستم اختصاص بدم به رفتار مخصوصا ما حقوقی‌ها در بحران‌های که اتفاق میفته در محیط حرفه‌ای یا زمانی که واسه بار اگزم هست. این هم از دل آدم‌هایی میاد که باشون کار کردم توی این چند وقت یا با هم در ارتباط بودیم. یه نکته‌ای هست، همیشه من میگفتم که به عنوان یک بزرگسال وقتی آدم دیگه، مخصوصا کسایی که مهاجرت میکنه اصولا سنشون یکم بالاتر قطعاً یا حداقل لیسانس رو خوندن اومدن، مسئولیت‌های زندگی بزرگسالی هیچ وقت شما رو راحت نمیذاره که بیاین خیلی راحت امتحانتون رو بخونین یا خیلی راحت مثلا اون پروژه های جدی که دارین، چه کاری چه غیر کاری، جلو ببرین. همیشه زندگی بزرگسالی با یک سری بحران هایی در ارتباطه. مثلا همیشه اتفاق میفته، یا میتونه مثلا اون سالی که من داشتم درس میخوندم آتش سوزی بود، برای هر کس یه چیزی باشه، اساس کشی باشه یا بحران‌های خانوادگی، فرقی نمی‌کنه. حالا شما اگر یک بزرگسال ایرانی باشین که در واقع همیشه بحران‌های دیگه‌ای هم هستش و موازی جلو میره. برای مثال من یادمه که پارسال برای امتحان جولای 2025 که من با چند نفر کار میکردم که بخوان درس بخونن، متاسفانه در ایران اون جنگ اتفاق افتاد و خب خیلی شرایط رو حاد کرد و دوباره در امتحان فوریه 2026 این اتفاق مجدد افتاد و خیلی شرایط سختی بود.
حالا چیزی که من میخوام بگم که خیلی هم سخته که یه جوری انگار داشتن زندگی موازیه، ولی به من کمک کرد که بتونم این زندگی موازیه رو حمل بکنم. اونم اینه که شما چه وقتی که دارین امتحان بار میخونید، چه وقتی که به عنوان یک وکیل یا حتی لا کلرک یا پارالیگال توی محیط‌های حرفه‌ای کار میکنید، یک توقع پروفشنال جاجمنتی از شما هست، مخصوصاً به عنوان وکیل. و یک توقعی هستش که شما حتی در موقعیت‌های حساس یا در موقعیت‌های بحرانی که در زندگی شخصتون پیش میاد بتونید در محیط کار خیلی باثبات، منطقی و آروم بمونید که بشه آدم قابل اتکا و قابل اعتمادی باشید. چیزی که من دیدم این چند وقت در دو دسته، چه کسایی که داشتن کار میکردن، دوستانی که داشتن کار میکردن با من حرف میزدن، یا چه کسانی که داشتن واسه امتحان میخوندن، روند اتفاقاتی که توی ایران افتاد خیلی وحشتناک بود. خب واقعا اصلا اینقدر بزرگ بود که واقعا قطعا همه ما در دچار یک شوکی شدیم. اما گاهایی که بیرون از ایرانیم سخت‌تر بود، یه جورایی یعنی که سخت‌تر نسبت به چیزی، یعنی یک سختی، یک مدل سختی مخصوص به خودش رو داشت که شما بعد زندگی حرفه‌ایت رو اینجا جلو می‌برد. حالا من می‌خواستم یه موضوع خیلی کوچیکی بگم که به ذهن من اومد و فکر میکنم که کمک کننده است. اگر دارین برای امتحان درس میخونید، بدونید که همواره یه بحرانی، یه موضوع بزرگی همیشه هست اونجاها و خب در شرایط امروز و ایرانی بودن که بزرگترم هست. ولی اگر شما اون روتین درسیتون و اون تعهدی که به اون امتحانی که واقعا میتونه زندگی شما رو زیر و رو کنه، اگر اون تعهد رو نداشته باشین، اگر اون مسیر رو ادامه ندین، متاسفانه اون بحران رو از امروز به آینده به خودتون حمل میکنید. و مهمترین چیز اینه که شما بتونین یه تفکیک قائل بشین. من یادمه که زمانی که خودم داشتم درس میخوندم، حالا برای موضوعات زندگی خودم میومدم میگفتم که اوکی، من امروز نیم ساعت وقت دارم که ناراحت باشم، من امروز نیم ساعت اختصاص میدم به اینکه بیام فکر کنم این مشکلات حالا زندگی رو چجوری حل کنم، چیکار کنم چیکار نکنم. و بعد دیگه با هر جوری بود، سردرد داشتم، حالم بد بود، ناراحت بودم، فارغ از همه اینها درس میخونم. متاسفانه چاره جز این نیست، یعنی راه دیگه‌ای وجود نداره، هیچ راه میانبری وجود نداره، وگرنه شما بارها و بارها با این امتحان درگیر خواهیم بود، با این پروژه‌ای که می‌خوایم ببرینش جلو. مثلا حالا برای یکی میتونه پروژه کار پیدا کردن باشه که خب ما میدونیم در خارج از ایران واقعا پروژه کار پیدا کردن خودش یک شغل تمام وقته. من می‌خواستم راجع به اونم ویدیو بسازم، حالا حتما توی ویدیوهای بعدی صحبت می‌کنم راجبش. پس اگر اجازه بدیم که آنچه که در دنیای بیرون اتفاق میفته کنترل نشده وارد زندگی حرفه‌ایمون بشه، راجع به زندگی شخصیمون حرف نمیزنیم که با احساسات ما خیلی راجع به اون زندگی حرفه‌ای ما بشه، بسیار چالش ها رو سخت‌تر و عمیق‌تر میکنه و شما نه تنها با اون چالش بیرونی همواره باید دست و پنجه نرم کنی که این چالشه که در دستانت بوده و در کنترل شما بود که بخونیش، انجامش بدی، سر کارت مثلا درست شاب کنی، اون هم خودش تبدیل به یک بحران جدیدی میشه. و واسه همین خیلی مهمه که شما این روتین رو داشته باشین. یعنی خواهم بگم شما جولای 2025 امتحان میدادین یا فوریه 2026 امتحان میدادین، در هر دوی اینها ما مشکلات خیلی سخت بیرونی رو داشتیم و اینها متاسفانه در دنیا تمام نمیشن و همیشه هستن، هر بار به یک شکلی و با ایرانی بودن به بدترین شکل شاید خودشو نشون میده. ولی چاره‌ای نیست جز ادامه دادن، جز اینکه شما اگر یک آدمی که من خیلی دوستشون دارم، منتور خوبی برای من هستن، یه حرف جالب به من زد، در این کانتکست نبود ولی حرف خوبی بود. گفتش که اگر شما که خیلی دوست دارین که به دیگران کمک بکنید، آدم مفیدی باشین، تاثیرگذار باشین، اگر خودتون نتونین رشد کنین، خودتون نتونین آدم موفقی باشین، خودتون نتونین آدم بزرگی باشین، خودتون شبکه نداشته باشین، وضعیت مالی خوبی نداشته باشین، واقعا اتفاق نمیتونه بیفته، نمیتونین به دیگران کمک کنین. شما موقعی میتونین به دیگران کمک کنین، موقعی میتونین اثرگذاری داشته باشین در دنیای بیرون از زندگی خودتون که در زندگی شخصی خودتون آدم موفقی باشین، حالا اصلا ثبات داشته باشین، اینجوری بهتر بگم، حالا چون موفقیت خیلی تعریف داره. و
بارگزم خودش یه نمونهشه، خودش یه نمونه. اگه شما واقعا می‌خواید نفر بعدی هم کمک کنی، آدمی که میدونی مهاجره، خیلی هیچ ایده راجع به زندگی اینجا نداره، ایده راجع به بارگزم نداره، کسی نیستش که بهش راهنمایی بده و هزار موضوع دیگه. این راجع به بحث بارگزم. حالا راجع به محیط حرفه‌ای، ببینید علل خصوص وقتی شما به عنوان یک وکیل دارین کار میکنین، من واقعا فقط این ویدیو رو برای رشته خودم، برای کار خودم ضبط میکنم، هیچ نه تجربه نه دانشی نه اصلا دیدی نسبت به دوستان در رشته دیگه دارم، ولی فکر میکنم مثلا یک پزشک هم همینقدر میتونه حیاتی باشه براش این موضوع، که شما وقتی که به عنوان یک وکیل کار میکنید یا به عنوان یک شخص حرفه‌ای کار میکنید، داشتن پروفشنال جاجمنت خیلی مهمه. یه خواهشی که من ازتون دارم اینه که اون احساساتی که ما در زندگی شخصی متاسفانه اینقدر باهاش درگیریم در کارتون نیارین. یعنی اون انگار که اون 7 ساعت 6 ساعت 5 ساعتی قرار کار بکنید، سعی کنید که یک تمرکزی روی اون کار بذارین، اصلا ازش به عنوان یک وسیله نجات استفاده کنید. برای خود من اینجوری بود که شاید توی مثلا 5 تا 6 ساعت از گوشیم استفاده نکنم، ازم بهش نزدیک نشم، اخبار رو چک نکنم، به خاطر اینکه وقتی شما تمرکزتون رو از دست میدین نمیتونین، موضوعات کاری همینجوری میره جلو، نیاز به اظهار نظر شما و نیاز به انجام دادن کار از سمت شما میره جلو و شما در همون استپ اول موندین با یک عالمه احساسات خیلی سخت. با خودتون کنار بیان که احساسات رو پشت در دفتر بذارین برین تو. اگر از خونه کار میکنین، من پیشنهاد میدم تو شرایط بحرانی اصلا از خونه کار نکنین، شده حتی برین از محل کار اشتراکی کار کنین یا از یه کافه کار کنین یا جایی که راحتین ولی در خونه نباشه. چون وقتی که شرایط بیرون خیلی سخته، وقتی ما در یک زندگی موازی دیگه ای هستیم، باعث میشه که وقتی خونه ایم انگار همچنان تو اون کامفورت زون ایم، اونقدر جدی گرفته نمیشه کار. شاید اگه برین دفتر، اگه امکانشو دارین، خیلی براتون بهتره. و من خواهش میکنم در محیط‌های کاری هیچ وقت تخلیه احساسات انجام ندید. شاید اون موقع رئیس شما، همکار شما یا کلا اون گروه شما در لافرم یا حتی اگه این هاوس هستیم توی شرکت به شما بگن که ما درکت میکنیم، آره اینجوریه، میخوای مرخصی بگیری و از این صحبت ها. اما اگر در بلند مدت نگاه کنید، شما ممکنه اون آدمی به نظر بیاین که قابل اتکا از لحاظ حرفه‌ای در زمان بحران ها نیستی و این یکی از مهمترین سافت اسکیلاییه که شما باید برای موفقیت داشته باشید. واقعا ما میدونیم که در دنیای امروز صرفاً داشتن دانش در یک موضوع، حتی دانش بسیار زیاد، دلیل بر پیشرفت آدم ها نمیشه. در این دنیای چند بعدیه که در زندگی حرفه‌ای باید داشته باشین که علاوه بر دانش تخصصی که راجع به رشته خودتونه، باید راجع به اون بیزینسی که حالا راجبش کار میکنین، سافت اسکیلی که نیاز دارین داشته باشین. شما نمیتونین بگین اوکی مثلا من خیلی حرفه‌ای ام در کارم، خیلی خوب لایحه می‌نویسم یا هر چیز دیگه، اشکالی نداره من این حجم احساساتو بیارم. نه، واقعا این کارو نکنید و بدونی که یک تاثیر خیلی بدی در آینده میذاره. میگم ما حداقل ترین کاری که بتونیم بکنیم در مقام فردی اینه که سعی کنیم بحرانی به بحرانهای بیرون که در کنترل ما نیستن و ما به وجودشون نمیاریم در محیط حرفه‌ای و کاری و درسی اضافه نکنیم. این چیزایی بود که من خواستم بگم. فکر کردم که کمک میکنه، امیدوارم که کمک میکنه. در آخرش هم بگم که واقعا همه این حرفا دلیل این که گفته میشه تنها یک چیزه، اینه که شاید به یک آدمی کمک بکنه و اینجوری هم نیست که بگم اوکی من همه اینو عالی انجام میدم، منم همیشه این کارو کردم. نه، اصلا اینجوری نیست. ولی ریزه ریزه خودشو آدم باید مجبور کنه، مخصوصا هرچی سنش میره بالاتر و حالا بحرانهای زندگی شخصیش، بعد بحرانهای دنیا زیادتر میشه، این سخت‌تر میشه. به نظر من سخت‌تر شده و این تفکیک بین احساسات و زندگی حرفه‌ای خیلی به شما کمک میکنه که هم یک مکان امنی، یک مثلا از لحاظ ظرفیت روانی مکان امنی داشته باشین که خودتون پیشرفت کنین توش، ذهنتون خوب کار کنه. دو، اینکه باعث میشه شما آدم بهتری باشین در آینده برای کمک به دیگران. یعنی شما آدم مفیدتری میتونین باشین، تاثیرگذاری بیشتری داشته باشین. این چیزی بود که میخواستم بگم. ممنون که به حرفای من گوش کردین. امیدوارم که برای یک نفرم شده کارساز باشه.
امیدوارم که وقتی آدم ها دارن برای امتحان جولای 2026 درس میخونن واقعا پر از صلح و آرامش و خبرهای خوب و خبرهای مثبت باشه برای همه و خصوصا ما ایرانی‌ها. و من سعی میکنم دوباره رفته اون موضوعاتی که دوست داشتم راجعش حرف بزنم و به شدت کمبودش رو در علل خصوص بچهای حقوقی میبینم شروع کنم و جلو ببرم. ممنون از وقتی که گذاشتین.